سلام عشق ماشینیای عزیز، من امین فراهانی هستم. در اولین قسمت از کار هیستوری همراه شما هستیم. ما در این اپیزود میخوایم ببینیم ماشین توسط چه کسی، چه سالی و به چه نحوی اختراع شد. درست در زمانهایی که مردم با درشکه و اسب جابجا میشدند، دانشمندانی بودند که تلاش میکردند تا اسب را حذف کنند و نیروهایی مثل برق، بخار و بنزین رو جایگزین اون کنند. هفتمین خودروی تاریخ، دایملر 1886. در سال 1886 گاتلیب دایملر و شریک تجاریش ویلهلم میباخ موفق شدند تا ماشین چهارچرخ با موتور بنزینی خودشون رو اختراع و روانه خیابون‌ها کنند. این وسیله اولین اتومبیل چهارچرخ با موتور بنزینسوز و بدون نیاز به اسب بود. در واقع اونها یک کالسکه رو از شرکت تولید کننده خریداری میکردن و موتور احتراق داخلی که خودشون طراحی کرده بودن رو روی اون نصب میکردن. اونها از آلمان اجازه تولید دریافت نکردند ولی در فرانسه موفق به اخذ مجوز شدند. در اکتبر 1889 در نمایشگاهی در پاریس اونها موفق شدند تا این ماشین رو عرضه کنند. در واقع به گواه خیلی از مورخین، مایباخ و دایملر بدترین بازاریابان تاریخ بودند. اونها 3 سال طول کشید تا اولین ماشین خودشون رو بتونن بفروشن. ششمین خودرو تاریخ، بنز موتور واگن. در سال 1885 کارل فردریش بنز موفق شد تا اتومبیل سه‌چرخ خود را که با موتور احتراق داخلی کار میکرد 1 سال زودتر از دایملر اختراع کند و در همون 1885 ماشین رو در مانهایم آلمان به نمایش عموم گذاشت. بنز موتور 2 زمانه خودش رو که در سال 1873 ساخته بود، یعنی در واقع 1 دهه طول کشیده بود تا برای اون یه وسیله نقلیه اختراع کنه. به خاطر وسواس خیلی زیادی که داشت از 1886 تا 93 فقط 25 دستگاه تولید کرد. در واقع خیلی ها معتقدن بنز کندترین تولید کننده تاریخ بود. پنجمین خودرو تاریخ، دیون لامارکویس. در سال 1884 مخترع فرانسوی ژول آلبرت دیون بوتون اولین وسیله نقلیه سه‌چرخ بخار را اختراع کرد و بر اون نام مادر خودش لامارکویس را نهاد. این خودرو توانست به سرعت بالای 61 کیلومتر در ساعت برسه. نمونه اولیه به طرز غیرقابل باوری تا الان سالم مونده. کلاً دست 4 نفر بیشتر نبوده. این نمونه در سال 2011 در یک حراجی به قیمت 4,600,000 دلار فروش رفت که در نوع خودش کاملا بی‌نظیره. چهارمین خودرو تاریخ، کالسکه بخار گرنویل. در سال 1875 مخترع انگلیسی رابرت نویل گرنویل، مهندس راه آهن بود، موفق شد کالسکه‌ای با نیروی بخار بسازه که هنوز هم در موزه ملی انگلیس نگهداری میشه و معتقدند کاملا سالمه. رابرت این کالسکه رو در 1875 ساخت. البته در 1880 موفق به ثبت شد. این وسیله 7 نفر رو میتونه جابجا کنه. از این 7 نفر 4 مسافر و 3 خدمه است که به ترتیب 1 راننده، سکاندار و سومی مأمور سوخت بود. سومین خودرو تاریخ، مینیبوس هنکاک. در سال 1832 مخترع لندنی والتر هنکاک اولین مینیبوس را اختراع کرد. این مینیبوس مسافربری برای شرکت کالسکه بخار لندن و پدینگتون ساخته شده بود. در واقع این مینیبوس یکی از اسرارآمیزترین اختراعات دست بشر بود. برای حرکت اون به 3 نفر خدمه نیاز بود. یکی راننده، فرد دوم کسی که باید مراقب دیگ بخار می بود و بهترین چرخنده رو انتخاب میکرد. فرد سوم کسی که باید گاز و ترمز رو نگه می داشت. هنوز کسی نمیدونه اونا چطوری با هم ارتباط برقرار میکردن. دومین ماشین تاریخ، کالسکه بخار لندن. در سال 1803 مخترع انگلیسی ریچارد ترورتیک اولین وسیله نقلیه جهان را ساخت. ریچارد نام این ماشین را باد شیطان گذاشت
و با اون تا بالای تپه‌ای در کامبورن رانندگی کرد. تربتیک معتقد بود این ماشین به سرعت بالای 14 کیلومتر میرسه، ولی متاسفانه این ماشین در یک آتش‌سوزی کاملا سوخت و نمونه‌هایی از نمونه اولیه که برای اخذ مجوز داده بود بعداً تولید شد. اولین ماشین تاریخ کاگنات فاردیر در سال 1770 مخترع فرانسوی نیکولاس ژوزف کاگنات مسئول رسوندن توپ‌های جنگی به خط مقدم بود. اون بعد از مدتی متوجه شد اسب‌ها یا مریض یا خسته یا سرعت انتقالشون کم میشه. برای همین به فکر این افتاد تا یه وسیله اختراع کنه که بتونه توپ‌ها رو با سرعت یک نواخت به بالای تپه‌ها برسونه. اون بعد از 2 تلاش ناموفق این وسیله رو اختراع کرد، ولی خب جاده‌های ناهموار و عملکرد نامطلوب باعث شد این پروژه کلاً کنسل بشه. نسخه اصلی در سال 1800 به موزه ملی هنرهای پاریس اهدا شد. امیدوارم از اینکه با ما بودید لذت برده باشید. خب دوستان، این اولین اپیزود ما در کار هیستوری بود. لطفاً کمی‌ها و کاستی‌ها رو به اولین بودنش ببخشید. ما را در کار هیستوری همراهی کنید و ما رو به دوستان عشق ماشینتون معرفی کنید. سابسکرایب، زنگوله و آل یادتون نره.